أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما توفیق داده است و نصیب گردانده است که از این شبهای نورانی، از این لحظه های طلایی، از این ماهی پرفیض و برکت الحمدلله که استفاده میبریم. از خداوند عاجزانه مسئله دارم، بار اله پروردگارا، به حرمت این لحظه های اجابت دعا، اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا، دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا، حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا، بار اله تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما را در روی عالم از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده در حفظ امانت نگه بدار. خصوصا وطن عزیز ما را پروردگارا، بار اله این وبا را از وطن عزیز ما دور بگردان. تمام بیماری های ما را چی در وطن باشند، چی در هجرت، یعنی از وطن بیرون مهاجرت، پروردگارا براشون شفای عاجل کامل نصیب بفرما. پروردگارا مشکلی های ما را آسان بگردان. پروردگارا هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا در این شبهای آخر، یعنی شبهای آزاد شدن و نجات یافتن از آتش جهنم و دوزخ، تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما را خصوصا و هموطنان عزیز ما را پروردگارا خبری آزاد شدن و نجات یافتن از عذاب دوزخ را نصیب بفرما. پروردگارا، بار اله تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما که بارها از ما دعا میپرسند، پروردگارا اونها را در حفظ امانت نگه بدار. مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگارا براشون بخت سعادتی دنیا و آخرت نصیب بفرما. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، صحبتی امروزه ما یعنی جواب سوال های هست که برادرها از ما پرسیده اند. ان شاء الله رب العالمین یک حصه از سوال های اونها را جواب میگردانیم. برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم دام الله، یک سوال دارم. من در روسیه هستم. من می توانم وقتی که اذان بامداد می شود می توانم هم سنت و هم فرض را خوانده می توانم. در آخر در حق ما دعا کنید. شما را خداوند نگهبان باشد. سلامت باشه برادر عزیز، شما را خداوند نگهبان باشه و در امان الله باشه. اکنون برادر عزیز، بله، وقتی که اذان گفتن بعد از دمیدن صبح، شما می توانید که یعنی هم سنت هم فرض خوانید، چه اولی وقت هم باشه، چون که روایت ها آمدن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در اولی وقت هم بامداد خواندگی هستند و در آخری وقت هم خواندگی هستند. یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام اومدن برای جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم دادن. البته مذهب من و شما مذهب اهل یعنی ابو حنیفه، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، یعنی حدیثی که تأخیر کرده میخوانه این اختیار کرده است. اما در حالتی که انسان ها شب زنده داری میکنن یا اینکه روزانه کار میروند، برای اونها عذر میشه و مانعیتی نداره. براشون درست است که بعد از دمیدن صبح وقتی که اذان گفته شد هم سنت هم فرض خوانن و خواب کنن. براشون اجازت رخصت است برادر عزیز. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم دام الله محترم. خب من برادران مسلمانی که نمیشناسم اما سلام میدهم و ایها بسیاری وقت جواب سلام من را نمیگردانند. ایزا میکشم التماس یک روشنی اندازه در این مسئله. برادری از وقت شما سلام داده و ایها جواب نگفتند، میتوانه که خود جواب سلام خود را گردانه
و علیکم السلام و رحمت الله یا اینکه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گفته خودتان جواب خود را گردانه، انشاءالله هم ثواب سلام دادن میگیری هم ثواب جواب گفتن میگیری. البته انسانی که برای وی سلام گفته شد و وی جواب نگردانه وی گناهگار میشود، چون که سلام گفتنش سنت است اما جواب سلام این واجب است. خداوند در قرآن میفرمایند سوره نساء آیت 86 خداوند میفرمایند که و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی شخصیت برای شما سلام گفت بهتر از وی یا اینکه به مثل وی براش جواب کرده. مثلا یک انسان گو السلام علیکم، شما گویی و علیکم السلام و رحمت الله، یا اینکه شخصیت گو السلام علیکم و رحمت الله، شما گویی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، یعنی بهتر از وی یا اینکه مثل وی چی نوع است؟ مثلا و علیکم السلام گویی جواب گردونه. اگرچه شما را یعنی اگر جواب سلامتون نگرداندن خودتون جواب گویی انشاءالله ثواب جواب هم میگیره. اما انسانی که براش سلام گفته شد و جواب نگردانه البته وی گناهگار میشه، چون که یکی از حقهای اسلامی، یک حقی که مسلمان بالای مسلمان داره، پیغمبر بزرگوارتان و رد السلام، جواب سلام گرداندن است. این واجب است. جواب گفتن سلام سنت است اما جواب سلام واجب است. برادر عزیز، وقت شما شرم نداره، ایزا نکشه، وقتی سلام گفته جواب نگردان خودتون برای خود یعنی جواب گردونه، انشاءالله که هم ثواب سلام میگیره هم ثواب جواب. او انسانی که نگفت البته وی گناهگار میشود. خب برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای عزیز، شکار پرنده ها گناه است یا نه؟ خداوند نگهبانتون باشه. اکنون برادر عزیز، شکار انسان های شکارچی را اونها را صیاد میگوین، انسان که صید میکنن یعنی شکار میکنن. برای انسان ضرور است که علمی یعنی همون صیادی را، علم شکارچگی را دانه، چون مثلا اولی بهار شب بسیاری پرنده ها یعنی اونها چوجه میکنن، یعنی فرزنداشون از تخم بیرون میکنن، یعنی نرش از مادش انسان باید فرق کنه. یعنی در اون لحظه که وقتی چوجه برآوردنشون باشه و وقتی فرزندداریشون باشه، اون لحظه ده باید ماده هاشون یعنی نرینش شکار کنن، مادینش نه، چون که فرزندای اینا ای گرسنگی و بی مادری نمورن. شکار هم شرط داره. شرط برای درست بودن شکار این است که انسان یعنی شکار کنه و برای خوردن برای خانش بیاره. البته را فقها گفتن مباح است، یعنی درست از گناه نیست، به شرطی که وی زنه و بیاره در خانه و خوره. اما بعضی انسان ها شکارچی هایی که مستانوار هستند میزنن یعنی میپرتاینشون میروند، یعنی حوصله و شوق و ذوق اونو در یعنی همو رساندن و یعنی پراندن همون ها است. این نوعش باشه البته این نوعش نادرست است، گناه است، چون که یک چیزی پرنده را کشتن یک جا انداختن پرتتن البته فقها معنی داشتن. اما شکاری که وی زنه و به خانهش بیاره و خوره گوشه یعنی براش ضرر نداره، درست است. گفتیم که شرچه باید دانه که یعنی همون پرنده ها را نرش از مادش فرق کنه و او وقتی یعنی برآوردن چوجه هاشون باشه و فرزنداشون باشه، در این صورت یعنی ماده هاشون شکار نکنه، چون که فرزنداشون به صاحب نمونن. خب السلام علیکم دوستان عزیز، یک سوال دارم. در سایت ها رای میکنن که چند حرف یا 5 نام خداوند را به دیگران رای کنید. خب معجزه میبینید، اگر به اهمیتی کنید گناهگار میشوید. در این باره که کمی روشنی میانداختید، لیکن من به این چیزها باور ندارم. رحمت برای جواب. اکنون برادر از اینها اصل شرعی ندارن، یعنی مثلا بعضی چیزهای رای میکنن که اگر امیره رای نکنی شما به اهمیتی کنه یعنی غم در حیاتون میاد، ناراحتی میاد. گفته اینها اصل شرعی ندارن. اما اگر در اون خطهایی که برای شما را یعنی به طریق یعنی تلفن ها به خط یعنی به سبشین رای میکنن، در اونها یگان دعای قرآنی باشه یا اینکه یگان حدیث جناب پیغمبر معناش باشه یا اینکه یگان ذکرها باشن که بر رفیقها و دوستا را وقتی فرستاده اونها حد اقل یک بارم و خوانن، انشالله در خواندن وی شما ثواب میگیره. اما بعضی چیزهای رای میکنه که یک انسان خواب دیده است، یک انسان گویا در عربستان
جناب پیامبر خواب دید، از جناب پیامبر گفته باشه که همین روز نمیچند آدم مرد همش دوزخ رفتن. اینها اصل شرعی ندارن. اصل خواب در شریعت اعتبار نیست. به این خاطر اگر یک ذکر باشه، یک آیت قرآن باشه، یک صلوات پیغمبر باشه که به یک یار دوست فرستادی، حد اقل یک بار اگر خوانش، ان شاء الله در خواندن وی ثواب میگیری. اما این چیزهایی که خواب هستن و یعنی افسانوی هستن، اینها اصل شرعی ندارن. بهترش شما وی کور کنه، به هیچ کس رای نکنه برادر عزیز. خب السلام علیکم داملا جان، در 5 وقت نماز تسبیح گرداندن جایز است یا نه؟ من شنیدم شنبه ممکن نه. پیشکی رحمت، سلامت باشه. در همه نمازها برادر عزیز تسبیح گرداندن، تسبیح های بعد از نماز گفتن درست است. کی میگوید که در شام درست نیست؟ درست است. عادتا مردم ما اکثرا یعنی گذشته ها و بزرگامون عادت داشتن که بعد از نماز شام نماز نفل میخوندن. اون نمازهایی که یعنی از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، نماز نفل میخوندن، به خاطر همون ذکرهاشون نمیگفتن، یک دعای سبکک میکردن و میخواستن نمازهای نفلشون میخوندن. به این خاطر به ذکر نمیگفتن. انسانی که نفل نخونه، انسانی که یعنی بعد از نماز بیکار باشه، برای افضل و بهتر است که یعنی ذکرهاش گوین. همون حدیثی که ذکرها را جناب پیغمبر بیان کرده است، دوباره کل صلاح گفتن، از قفای کل نماز، از قفای کل نماز فرق جدا نکرد که مقصد مگر نماز شام در نگویی. نگفتم جناب پیغمبر، از قفای کل نماز درست است که انسان ذکرها را گوید برادر عزیز. السلام علیکم دوستان محترم. خب میگویند که بهترین لباس این لباس سفید است، آیا این راست است؟ بله برادر عزیز، لباس سفید جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار دوست می داشتند و در حدیث ها هم بسیار وصف کردگی هستند که یعنی لباس سفید یعنی انسان باید بپوشه. و در حدیثی که ابو داود روایت کرده است از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، می‌فرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که البسوا من ثيابكم البياض فانها من خیر ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما بپوشه از یعنی لباس ها سفید، لباس سفید بپوشه. و برای به چه خاطر سفید بپوشه؟ جناب پیغمبر گفتند که چون که بهترین لباس ها این لباس سفید است. یعنی چیزی سفید چیزی نمایان است، چیزی است که یعنی انسان زینت میبخشه، زیبا میگردونه. و کفن کنه مرده هاتون از یعنی لباس سفید. غیر از سان برای مرده درست است که دیگر نوع هم براش کفن کرده شود، اما جناب پیامبر به خاطر که لباس سفید دوست می داشتن و امر کردن برای سفید پوشی، حتی امر کردن که مرده هاتون هم یعنی از لباس سفید کفن کنه. در روایت دیگر که این حدیث نسائی روایت کردن، پیغمبر بزرگوار گفتن که البسوا البیاض فانها اطهر و اطیب و کفنوا فیها موتاکم. گفتن بپوشه شما لباس سفید، لباس سفید بپوشه، به درستی این که او چقدر پاکیزه و زیبا هست و خوب است، و کفن کنه مرده هاتون یعنی در لباس سفید. البته جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین لباس ها سفید یعنی که بهتر گفتن. اگر شما اهمیت داشته باشه، حتی حاجی ها هم وقت احرام میبندن، احرام اونها سفید است، به خاطر که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثرا لباس سفید، صله سفید می داشتن یا اینکه لباس سفید می پوشیدن و دوست می داشتن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس سفید پوشیدن. به همین خاطر است برادر عزیز. سلام علیکم داملا جان، التماس به این سوال من جواب گویید. دعای خواب کردن را میگفتید، میگویند در خواب کردن دعا هست. بله برادر عزیز، در خواب کردن اکنون درباره خواب کردن دعاها زیاد هستند. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دعاهای زیاد داشتند. حتی در روایت از عایشه مادرم روایت میکنن که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر انسانی که وقتی میخواهد خواب کردن، ابتدا طهارت کنه، بعد از طهارت کردن یعنی وقتی که به بالین و جوگش آمد، سوره قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس که یعنی 4 قل میگویند عادتا، همین 4 سوره را خوانده در دستش شوف کنه و در بدنش هر جا یعنی هر جایی که دستش میرسه شک. جناب پیغمبر این کار داشتن. چون بعد از اون به دست راست یعنی دست مبارک رو در زیر سر اینچنین میگذاشتن و حضرت خواب میکردن، یعنی به دست راست از تگ و دست چپشون از بالا خواب میکردن حضرت.
یکی از دعاهای سبکی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که این حدیث از حضرت خزیفه رضی الله تعالی عنه روایت است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکردند که این حدیث بخاری هست. حضرت میگفتند که اللهم باسمک اموت و احیا. یعنی این سبک است، با همین خاطر من این اختیار کردم تا اینکه شما حفظ کنه، یعنی از یاد کنه و در وقتی خواب رفتن بگویه اللهم باسمک اموت و احیا. یعنی که ای پروردگار به نام تو من میمیرم و زنده میشوم. خوابم یک قسم مردن است، یک قسم مرگ است، یک حصه مثل مانند مرگ است که انسان دیگر هیچ خود را یعنی احساس نمیکنه. به این خاطر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ای پروردگار به نام تو میمیرم و زنده میشوم. و اذا استيقظ قال الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. وقتی که از خواب میخیزدن حضرت این جمله را میگفتند الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا. حمد و شکر برای آنچنان پروردگار و ذاتی که ما را زنده گردانید بعد از اینکه یعنی مرده بودیم، بعد از میرانیدن. و الیه النشور، آخر هم به سوی پروردگار بازگشت داریم. چی خوب میشه برادر عزیزی که سوال داده که این دعای کوتاه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حفظ کنه، یعنی در ذهن تو گیره وقتی خواب رفتن اللهم باسمک اموت و احیا، یعنی هم کوتاه است اللهم باسمک اموت و احیا. ای پروردگار من به نام تو میمیرم و زنده میشم. و وقتی که از خواب خسته الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، یعنی این دعاهای کوتاه حفظ کنه ان شاء الله گوی ثواب میشه. بله جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از خواب خستن دعا داشتن. خب السلام علیکم برادر عزیز، التماس به این سوال من جواب گویید. میگفتید که مسلمان بالای مسلمان چی حق دارد؟ التماس کمی روشنی می انداختید. مسلمان بالای مسلمان حقی برادری دارد برادر عزیز. مسلمان برادری مسلمان است. انما المؤمنون اخوه. رب العالمین در قرآن میگه مؤمنها همه برادری همدیگر هستند، یعنی به همدیگر برادری ایمانی هستند، برادر اسلامی هستند. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که المسلم اخو المسلم. مسلمان برادر مسلمان است. یعنی که انسان باید که احساس برادری داشته باشه با مسلمان. اما وقتی شما پرسیده که مسلمان بالای مسلمان چی حق داره، حق‌هاش چی هستند، این حدیث متفق علیه از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که این حدیث هم امام بخاری هم امام مسلم یعنی در کتاب‌هاشون آوردن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، حضرت ابو هریره میفرماید که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که حق المسلم علی المسلم خمسون. تن مسلمان بالای مسلمان 5 حق داره. اینها حقهای واجبه هستند برادر عزیز. حق یعنی عادی نیستن، حقی هستند که واجب هستند. یعنی مسلمان بالای مسلمان این حق باید داشته باشه. چی هستند اینها؟ رد و سلام. یکمش سلامی و جواب گرداندن. چی نوع پیشتر برادر سوال داد که من سلام میگم جواب نمیگردانم. جوابی سلام برای برادر مسلمان این واجب است. هر انسانی که وقتی برادر سلامش گفت و جواب نگردانه و گناهگار میشه، چون که ترک واجب کرده است، یک امر واجب ترک کرده است. کلمه سلام وقتی میگه السلام علیکم معناش همین است که ای برادر سلامتی برای تو نصیب باد، تو سلامت باشی در دنیا و آخرت، بی رنج و غم، بی مصیبت، بی کلفت یعنی ناراحتی را نبینی، همیشه سلامت باشی، همیشه سربلند باشی، سعادتمند باشی، خوشبخت باشی. وقتی برای شما این چنین خوبی ها را اون برادر خواست، باید شما بگویید و علیکم السلام، برای تو هم این چنین سلامتی دنیا و آخرت نصیب باد. ردی سلام، جوابی سلام، این حقهای ایمانی هست، حقهای اسلامی هست. مسلمان بالای برادرش این حق داره، باید جواب گویه. هر انسانی که یعنی سلامش گفتن جواب نگردان، البته رو انسان گناهگار میشد، عاصی میشد برادران عزیز. و دیگرش عیادت المریض. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که بیمار بینی کردن، دیگر حقی که حق ایمانداری هست، این بیمار بینی کردن است. وقتی یک برادر مسلمانت، یک دوستت، یک رفیقت، یک ناشنات، یک آشنات، یک خویش و تبارت، یک نزدیک قریبت وقتی فهمیدی که بیمار است، باید که ویا بیمار بینی روی. بیماریه که البته سرایت کننده نباشه، بیماریه که گذرنده نباشه، بیماریه که فقط یعنی بیماری هست که فهمیدیم ازش نیست، ویا باید روی بیمار بینی کنی، احوال پرسی کنی،
این حق ایمانداری مسلمان بالای مسلمان است. و اتباع الجنائز، دیگر حقی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که مسلمان بالای مسلمان داره، در جنازه برادرش اشتراک کردن، در حق برادرش لحظه آخر دعای مغفرت کردن. اللهم احییته منا فاحیه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. دعایی است که ما در جنازه ها در حق مرده میخوانیم. ای پروردگار، هر شخصیتی را که از ما زنده میکنی به اسلام زنده نگهش دار، زندهش بگردان، و هر شخصیتی را که از ما میمیرانی او را به ایمان از دنیا بمیران، یعنی از دنیا به ایمان ببرش. به این خاطر آخری لحظه در جنازه برادر مسلمان اشتراک کردن، اینم حق یعنی واجبه هست، حق ایمانداری هست که باید اشتراک کنی و در آخرین لحظه در حق برادر مسلمانات طلب مغفرت کنی، دعای رحمت کنی که خداوند به حالش رحم کنه، چون که کاری وی سر شده است. هر انسان وقتی که وفات کرد، بندگی کرد، بعد از وفاتش کارش سر میشه و حسابش سر میشه. همین که از خانه بیرونش کردن، در قبرش گذاشتن، کار و حسابی وی سر میشه. برادری است، اکنون باید در حق وی محتاج است دیگر به شما، باید دعا کنی که پروردگار به حالش رحم کن، از تقصیرات و کمبودی و گناهاش درگذر. ای الله، به یعنی دل شکسته، به جسم دردناک به محضر تو آمده است، به سوی تو آمده است، پروردگار به حالش رحم کن. این حق ایمانداری است که مسلمان باید در جنازه برادر مسلمانش اشتراک کرده و در حق وی دعا کند. و دیگر حقی که مسلمان بالای مسلمان داره و اجابت و دعوه، وقتی که دعوتش کردن دعوتی و اجابت کنه، قبول داشته باشه. اجابت دعوت یعنی یک جا دعوت میکنن همچون مهمانی، یک برادر یک ضیافت تشکیل کرده است یا که عقیقه داره، یک خرسندی داره، باید که انسان رفته در دعوت برادرش قبول کنه، اشتراک کنه در محفل مجلس دوست و برادرش. و آخرش و تشمیت العاطس، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که جواب عطسه برادر گرداندن. البته جواب عطسه وقتی که عطسه زننده الحمدلله رب العالمین گفت، بعد از اون واجب می شود. این در حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که وقتی انسان عطسه زننده گفت که الحمدلله رب العالمین، باید شنونده چی جواب گوید؟ یرحمک ربک، یرحمک ربک، پروردگارت رحمتت کنه، از رحمتش سیرابت بگردونه، رنج دردناکی و غمگینی و ناراحتی از حیات دور بگردونه، یعنی دعای رحمت در حقش کردن. جواب عطسه هم این از جمله واجبات ایمان است. برادر، این بود برادر عزیز که مسلمان بالای مسلمان این حقا را داشته. خب جا برادری از سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بدون یک سوال دارم. در رمضان ما شب کار داریم و روز خوابیم، روزه داریم، یگان ضرر دارد؟ پیشکی الله علمتا از این هم زیاد کنه و در حق ما دعاگو باشین. سلامت باشه برادر. از انسانی که یعنی در روزهای رمضان خواب میره و خواب رفتنش برای وی ضرر نداره، وقتی شما شبکار باشه روز البته را نیت کنه، پیش از یعنی صبح وقتی سحر خوراک نیت کنه چیزی خوره و بعد از اون خواب روی حرکت کنه، نه که نمازها را قضا نکنه، چون که در این ماه چی نوع یک ثواب زیادتی داره، گناه هم این چنین زیادتی داره، گناه هم خیلی سخت است در این ماه. به این خاطر حرکت کنه نمازهای 5 وقته را قضا نکنه. وقتی که شب کار میکنه روزانه خواب رفتن شما یعنی برای روزتون ضرر نداره. خب اینجا یک خواهر اسلامی سوال داده. اینجا سوالش به زبان روسی نوشته که سلام علیکم дамла, Илохим Худо шуморо нигоҳдор бошад, раҳмат. Скажите, пожалуйста, садақаи фитр женщине тоже можно дать? Хай иҷа нависта ки инсонҳои қарзидор ҳастанд ба забони русӣ. акнун хоҳари муҳтарама, занҳое ки эҳтиёҷ дошта бошанд ва меҳтоҷ бошанд, яъне қарзидор бошанд, чӣ навъи шумо нависте,
البته برای اونها هم صدقه فطر دادن درست میشه، فقط بینشون مادری و فرزندی نباشه. مثلا فرزند به مادرش داده نمیتونه، مادر به فرزنداش داده نمیتونه. یعنی دیگر جانب ها آشنا باشن، بیگانه باشن، البته صدقه فطر برای اونها وقتی محتاج باشن، صاحب نصاب نباشن، چون صدقه فطر برای اونها دادن درست است. اما انسان‌های نادار در کلشون صدقه فطر واجب نیست که اونها صدقه فطر دهند. انسان قرضدار باشن، نادار باشن، اونها صدقه دادن، صدقه فطر در کلشون واجب نیست. اما انسان‌هایی که شرایطشون یعنی خوب است، دارندگیشون خوب است، برای اونها البته در گردنش واجبه که صدقه فطرشون ادا کنن. خب چه برادر سوال، سلام علیکم دوملا، یک سوال دارم. خب درون بنیه بعدی غسل کلمه شهادت بخوانی یگان ضرر دارد؟ سلامت باشه. نه برادر، از حمام هایی که حاجت هاشون علاهده هستن، البته حمام های مثلا خودمون یا اینکه بعضی حمام هایی که حاجت در درونش نیست، در این حمام ها درست است که انسان یعنی ابتدا در طهارت کردن هم بسم الله گفتن سنت است. که یکم انسان پیش از سر کردن طهارت باید بسم الله الرحمن الرحیم گویا، این سنت است. بسم الله گفتن شو، کلمه شهادت گفتن شو، دعاهایی که برای یعنی طهارت هستن که آمنت بالله یا عادتا مردم میخوانن، یا که اهدنا اللهم ثابت قدما الی صراط مستقیم گفته دعا میکنن. این دعاها را در این حمام ها درست است خواندن شو، یگان مانعیت ضرر نداره، به شرطی که اون جای غرض نباشه، جای افلاس و غلیظ بد نباشه، براشون درست است. یعنی بسم الله گفتن و کلمه شهادت گفتن. خب سلام علیکم دوملا، در صف نماز خب در صف نماز فرض پشت پا را راست میکنیم یا اینکه سرای انگشت ها را؟ اکنون قاعده صف درست کردن و راست کردن برادر عزیز، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کتفا را به هم دیگر راست کنه و بجیلک ها را. انسان وقتی که سری انگشت یعنی در صف طوری کنه، بعضی انسانی هست که مثلا پاهای او رزمیر 39 هم، بعضی انسان 46 های دست طوری نمیگیرن پاهاشو با هم دیگر. به همین خاطر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم صف راست بگرفتن، کتفا را در صف راست بگیره، بعد از اون بجیلک های پا را باید انسان، یعنی اگر پسی پا را راست کنن بهتر میشه، یا اینکه بجیلک های پا را راست کنن دیگه، یعنی سر انگشت های پا را اهمیت ندین که پیش است یا قفا است، اهمیت ندین، فقط باید که بجیلک های پا و کتفا در صف راست باشن برادر عزیز. خب السلام علیکم دوملای عزیز. خب یک سوال التماس جواب میفتید. من یک خواهر اسلامی شما در هنگامی در خانه تنها بودم، ممکن است کمتر بلند نماز را خوانم تا که خیالم پریشان نشود. من تنها مانم، خیلی خیالم پریشان می شود. در حق ما دعا کنین که ایمانمان کامل گردد. الله از شما راضی باشد. پیشکی رحمتی هم. سلامت باشی خواهر محترم، خداوند ایمان شما را کامل بگردانه و خداوند بخت سعادت هم دنیا و هم آخرت براتون نصیب بگردن. خواهر محترم، شما حق نداری برای نمازهاتون بلندی جهری که یگان کسی که در او خانه باشه شنوه، این چنین بلند حق نداره. اما بلندی که فقط نفسی ختون، یعنی کمتر بلندتر خونه که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی این چنین بلندی خونه که فقط نفسی ختون شنوه و دیگر مردم اوجا بودگی نشنوند، این چنین براتون درست است. اما بلندی که چنان بلندی که مثلا دیگر شخصیت ها شنوند، این نوع بلند خواندن برای شما معنی است، در نماز درست نیست. خب السلام علیکم دوملای محترم، سوال دارم، التماس جواب گویید. باید در کدام روز با همسرت همخوابگی کنی درست است؟ دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه شنبه، یک شنبه؟ خدا از شما راضی باشد. برادر عزیز، در همه روزها با همسر همخوابگی درست است، نیست روزی که یعنی معن باشه، چون که در روایت ها چنین روایتی نه آمده است که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان روزی را معن داشته باشن. فقط در حالتی که وای کسل زنانه شد یا اینکه در ماه رمضان باشن، همین حالت هایی که شریعت معن داشته است، همون حالت ها نادرست است همراه همسر همخوابگی. دیگر اینکه نیست حالت، دیگر روزی نیست که یعنی انسان چیکار کنه براش معن نادرست باشه.
البته حالت نفاس، حالت بعد از کودک کردن و چیل باشه. دیگر روزها همه روز درست است. اون بعضی گپ هایی که روز چهارشنبه و سه شنبه، اینها اون قدر اصل شرعی ندارن برادری عزیز. همه روز برای انسان درست است که همراهی همسرش هم خوابگی کنه، یگان مانعیتی نداره. خب چه برادری عزیز سوال کرده. سلام علیکم داملای محترم، یک سوال داشتم. اگر در وقت نماز خواندن قرآن در بالای جای نماز مانی و خوانی ممکن است؟ اکنون در مذهب خودمون، در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، در درون نماز از روی قرآن تلاوت کردن این مسئله اختلافی است. بعضی از فقهای مذهب گفتن که انسان وقتی که از روی قرآن تلاوت کنه نمازش فاسد می شود. بعضیش گفتن که ورق زدن قرآن نماز انسان فاسد میکنه. به هر صورت قول به همین است که در مذهب خودمون معنی هست. در مذهب خودمون یعنی انسان نمیتونه که از روی چی؟ از روی قرآن تلاوت کنه و یعنی آیت خونه. در مذهب ما معنی است. اما در مذهب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه این درست است، اجازت است. در مذهب خودمون وقتی که انسان از روی قرآن نماز نیت کرد، مثلا قرآن هایی که در پیش گذاره و ای روی قرآن گرفته خواندن گیره، در درون نمازش نماز فاسد می شود. چون که تلاوت از روی قرآن فقهای خودمون جمله یعنی چیزهایی که نماز فاسد میکنن مفسدات صلات آوردن، یعنی نماز فاسد می. در مذهب ما معنی هست، درست نیست یعنی از روی قرآن تلاوت کردن در داخل نماز. خب چه برادری از سوال کرده که سلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم، التماس جواب گردانید. فرزندای ما پدر گویند یا آتا یا پدر، کدامش خوبتر است؟ اکنون هر یعنی قبیله و هر گروه گوییم، هر ملت گوییم، همون لهجه استفاده بره بهتر است. کدام یعنی در کدام مردمی که عادت از پدر گفتن پدر جان گویند، کدامی که آتا میگن آتا جان گویند، کدام دوگه مردم یعنی ددا میگویند، بابا میگویند، اوا میگویند، دیگر یعنی کدامشه که یعنی در مردم عادت باشه گفتن گیره، این در شریعت معنی نیست. البته به احترام قطعی پدر جان یعنی ددا جان یا ددا جان، یعنی به احترام قطعی نام های پدر گیرن براشون بهتر است. هر کدامش به همون لهجه خودش. خب چه برادر از سوال کرده. سلام علیکم ابوی داملا. خب من قضایی چند ساله دارم، سنت های نماز بامداد را قضایی خوانم یا فقط فرض را؟ در حق ما دعا کنید رحمت. اکنون برادر عزیز وقتی شما قضایی چند ساله میخونه سنت بامداد، فقها گفتن که تا وقت پیشینه انسان وقتی که قضایی خواندش تا وقت پیشینه قضایی میخونه سنت، اما بعد از پیشین وقت بعد از خواندن پیشین دیگه سنت قضا نمیداره. اما وقتی انسانی که یعنی قضای چند ساله گذشته میخونه، برای او سنتی بامداد نه بلکه ویتری واجبه براش ضرور است که چیکار کند، یعنی که قضای خونه، چون که در مذهب خود ما ویتری واجبه خواندنش این واجب است. ویتری واجبه یعنی انسان باید قضا خونه. وقتی مثلا یک ساله قضای وقتهای گذشته و پیش وقت انسان که خواند، در برابر 5 وقت نمازش باید ویتری واجبه قضایی بخونه برادری عزیز. خدا نگهبانتون باشه. در آخر دعا پرستن. خب برادری عزیز سوال کرده. سلام علیکم داملو. سوال: اگر از آن دادی نماز خواندی و در وقت نماز دو فکره شوی، قامت گفتم یا نگفتم، چی باید کرد رحمت؟ خب در حق من دعای خیر، خدا نگهبانتون باشه. اکنون برادر عزیز اذان و سنت اینها سنت هستند، اذان و قامت اینها سنت هستند. هر انسانی که اگر سهوا یعنی فراموشتانه وقتی قامت یعنی ترکت، نمازش اثر اعاده نمیکنه، نمازش درست شده است، درست است، یعنی شرط نیست براش که نمازش اثر خونه، یعنی نمازش درست میشه. اما اگر کسی از آن قامت قصدن دانسته ترک کنه، وای گناهگار میشه و خیلی یعنی حکمش سخت است. از آن به ترک از آن قامت انسان نماز خونه، اگر فراموشتانه و سهوا نمازش درست میشه برادری عزیز. خب
چه برادر سوال که سلام علیکم دوملو از میگویند که دزدی برکت ندارد، اما یک انسان میشناسم کارش دزدی است، یعنی پول یافتگیش دزدی است، پولداری کلان است. میگوید رزق خدا داد، الله رزق حرام میدهد. اکنون برادر از انسان هایی که در راه حرام هستند اونها یعنی دارنده میشن، اینها را وقتی ما در عقیده میخونیم استدراجا لهم و عقوبتا لهم میگویند، یعنی انسانی که در یک راه فحش و فساد و گناه میره با هم قدر خداوند مال و دنیا و دارندگیش زیاد میکنه، به خاطر که در آخرت به سبب یعنی زیادتی همین نعمت و مالش خداوند عذابش سخت میکنه. یک انسانی که از خدا رو گردونده است، نماز نمیخونه، چی قدر فاسق در راه بده اما دارنده های هر چیزی که یعنی میخواه پیدا میکنه و دارندگیش زیاد است، اینها را خداوند به چی خاطر میده؟ به خاطر سخت کردن عذابشون در قیامت، به خاطر سخت کردن جوابشون، زیاد شدن جوابشون در قیامت. به همین خاطر ما نگوییم که اونها یعنی انسان دوز یا انسان فاسق و منافق وقتی بای شد و دارندش و خدا دوست داشت رزق را زیاد کرد، نه. در حدیث قدسی خداوند میگوید که اگر دنیا در نزد من به اندازه یک پری پشه ارزش می داشت، من یه هرگز به دشمنام نمیدادم. یعنی دنیا در نزد خداوند ارزش نداره، قدر نداره. به این خاطر وقتی یک انسان دنیادار شد، این دلالتی نداره که خدا دوست داشته رزق زیادش داده. این انسان هایی که دزدی میکنن، حرام خواری میکنن، در راه حرام هستن، آخر یعنی به خاری دنیا میروند. اگرچه تا مردنشون هم دارنده باشن، اما این دارندگی سبب میشه که چقدر غرور اونها زیاد میشه، در همراه گناه چقدر زیاد میروند و آخر خداوند به سبب این دزدی و این حرام خوریشون خداوند اینها را عذاب سخت میکنه در آخرت. خب چه برادر سوال کرده سلام علیکم دومالله، یک انسان کارت را بود میکند، میگوی رحمت کلان، آیا این درست است یا نه؟ بله برادر عزیز درست است. این منتدارگی شکرگزاری است. وقتی یک انسان کارت بود کرد، از اون منتدارگی و شکرگزاری میکنی، حقش ادا میشه. این در حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که این حدیث ترمذی است، از حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما روایت شده که جناب پیامبر فرمودند که من صنع الیه معروف فقال لفاعله جزاک الله خیرا فقد ابلغ فی الثناء. گفتن هر انسانی که وقتی یک کاری خوبی شما را به جا آورد و شما دیده که او در شما خدمت کرده است، خوبی کرده است، شما برای او گویید که جزاک الله خیر، پروردگار جزای خوب، یعنی خداوند برای تو خوبی زیاد نصیبت گردانه. چی نوع مردم ما هزار رحمت خدا میگویند که اینکه رحمت کلان میگویند، این همون دلالت داره. وقتی این جمله را جناب پیامبرتان در حقش گفته، حق او را شما ادا کردگی است. یعنی هر انسان وقتی گفت که مثلا رحمت کلان یا منتدار، شکرگزار و سپاسگزار هستیم، حق یعنی خدمت او را شما گرداندگی است جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. سلام علیکم دومالای عزیز، من نمیدانم که چه خیل فهمانم، آیا در نوارهای اسلامی لایک مانی یا اینکه دیزلایک مانی یا اینکه در ایما چی باشه که در ایما استوریا کنی، آیا این درست است؟ ثواب است یا گناه؟ اکنون برادر عزیز این مسائل هستند که اگر ما یعنی چی نگویم، این مسائل هستند که در یگان کتاب نیستند، اینها را یعنی جوابشون قیاس، از روی قیاس جواب میگوییم. مثلا لایک و دیزلایک شما میگویی دلالتش اینه که معقول کردن یا اینکه نامعقول کردن، همین دلالت داره. وقتی شما در یک امر معروف باشه یا اینکه یک آیت تلاوت قرآن باشه، وقتی که یعنی لایک مانده البته شما معقول کرده، این دلالت هم داره که چه نوعی که در آیات های قرآن گفته میشه که صدق الله العظیم، راست گفت پروردگار بزرگ، یا اینکه و صدق رسوله الکریم، و راست گفت پیغمبری بخشندش، اون دلالت داره که شما تصدیق میکنه، یعنی طرفدار است، شما معقول کرده که خدا و پیغمبر راست گفته، یعنی آیت قرآن وقتی طرفداری کرده و معقول کرده. اما دیزلایکش نامعقول وقتی که در آیات های قرآن یا اینکه حدیث های پیغمبر یگان گفته شریعت اگر این چنین البته گناه میشه، چون که اگر چی گوینده در شما معقول هم نباشه، بعضی حالت میشه که یک انسان آیت قرآن خونده ایستاده است یا آیت قرآن تفسیر میکنه یا که حدیث پیغمبر معنا میکنه، اما در تماشا کننده معقول نیست، یعنی به گفتی زمانه دیزلایک چه میجخه، نامعقول گفته میجخه، در این صورت البته گناه است، انسان گناه میگیره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که
انظر ما قال فلا تنظر من قال. گفتن نگاه کو که چی گفته ساده است، نگاه نکو که کی گفته ساده است. یعنی وقتی آیت قرآن، حدیث پیغمبر وقتی گفته می شود، گفته خدا و پیغمبر تو اهمیت گوینده را نه. به این خاطر اگر منظور و مقصد شما یعنی محقول کردن و نامحقول کردن به خاطر گفته او شخصیت باشه، البته را ثوابی و گناهی داره. اما در این فسق و فساد و فحشا و در این موسیقی های حرامی که به نهایت زیاد است، اگر در اینها انسان محقول است، البته را وی گناه است، البته را وی گناه داره. اما این دوامی سوال که در ایما و در دیگر چیزها استوریا کنیم، گفته استوریا منظور استوریا کردن همین است که دیگرها ببینن، البته امر معروف باشه، آیت قرآن باشه، وقتی دیگر کس گوش کرد در ثواب وی شما هم شریک میشه ان شاء الله. چون که وقتی در استوریا موندن دیگه شخصیت هایی که یعنی در همون دروزیاتون هستن اونها هم تماشا میکنن، ان شاء الله ثواب میگیره. اما اگر چیزهای حرام، موسیقی و دیگر چیزهای حرام باشن، وقتی استوریا مونده دیگرها که دیدن در گناه اونها هم شما شریک میشه، مثل دلالت کننده میشه. جناب پیامبرتون دلالت کننده مثل کننده هست. مثلا یک کس دلالت میکنی به کاری خیر، ثواب هم شریک میشوی، مثل همون ثواب میگیری. اما یک کس دلالت کردی به کاری گناه، در گناهی و هم شریک میشوی برادر عزیز. خب چه برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکات دامنوی عزیز. من عین حال در روسیه هستم. 2 ماه پیش خانگی های ما برای من دختری را خب نامی کردن. من با دختر با تلفن صحبت میکنم، ممکن است یا نه؟ خب دعا کنید خداوند هر دو ما را خوشبخت دنیا و آخرت گرداند. خداوند از شما را سلامت باشه. پروردگار شما را خوشبخت دنیا و آخرت کنه برادر عزیز. اما شما یعنی عین حال نمیتوانید با هم دیگر صحبت زیاد کردن. فقط شما در حالت صحبت کردنتون درست است که روپارو هم دیگر را دیده به هم دیگر یعنی حالت خود را بیان کنه، با او صحبت کنه که مثلا من فلانی شخصیت، چنین خصلت دارم، چنین فعل دارم، سالم چنین است، من قد و بستم. در این حالت برای شما درست است. اینه که دوام 1 سال شما با وی یعنی صحبت تلفنی کنه، این برای شما در شریعت حرام و منع است. برادر از یک بار از خودتون یعنی فکر کنه، اگر خواهر شما را یک کس دادنی باشن پیش از نکاح، شما میخواد که همون انسان همراه خواهر شما دوام 1 سال نکاح نکرده، توی نکرده صحبت داشته باشه؟ البته را نمیخواد. این چیز در شریعت معنی است که یک انسان قطعی یک دختر 1 سال یا مثلا چند ماه صحبت کنه و بعد از اون بعد از تویش این صحبت های شما حرام است. اگرچه به تلفن هم باشن نادرست هستن برادر عزیز. ولی بعضیا سوال کردن که به سبشینش هم نادرست است. خواجه برادر عزیز سلام علیکم. بابا جان من در کار بودم، آبم بر آمد و امکانیت نیست که غسل کنم، ممکن است که نمازم را بخوانم. خداوند از شما راضی باشد، در پناه خب شما را در پناهش نگه دارد. بابا جان من اکنون برادر عزیز حالت شما میگه آبم برآمد، خیلی آب برآمده. اگر آبی مزی برآمده باشه، یعنی مثلا انسان میشه که حالتی که یعنی آبش میبراید، اگر آبی مزی آبی تنک باشه و آبی غوصی منی نباشه غسلش واجب نمیشه. اما اگر آبی منی باشه، آبی منی با به شهوت پریده برای بعد غسلش واجب میشه. اگر انسان یگان باری وزوین برداره یا اینکه یگان جو سخت زور زنه آبی منیش هم برای آبی غوص، غسلش واجب نمیشه. مثلا حالت میشه که انسان یگان وزوینی میبرداره زورش میاد آبی منیش میبره آبی غوص، یا اینکه یگان حالت میشه که سخت زور میزنه در اون حالت هم آبی منیش میبره. شرط برای واجب شدن غسل برآمدن منی به شهوت و پریده است. تا به شهوت پریده نبره غسلش واجب نمیشه. حالتی که مثلا انسان آلتش میخیزه و آبش یعنی آبی تنک میبره، او در اون صورت اگر آبی غوص نباشه غسلش واجب نمیشه. او وی آبی منی است، طهارت میکنه و نمازش میخونه. اکنون این حالت شما را من نفهمیدم برادر عزیز. اگر آبی شما به شهوت پریده برآمده باشه، البته غسل واجب است برای شما، درست نیست که به آبازی طهارت کردن نمازتون نخونه. اما اگر آبی تنک برآمده باشه، یعنی همون تحپوشتون نمازی کنه، طهارت کنه، نمازتون بخونه، به مزی غسل واجب نمیشه برادر عزیز. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی مولانا محمد اصحابی اجمعین.